پری. یک تن از چهره سرشناسی میهن با خلعت سبز است. ارکن قزاقوف، نماینده ازبکستان، ورزشگری که با خلعت سفید حالا نیروسنجی را شروع میکند. دوام مبارزه را ببینیم. بسیار هم پهلوانان با هیجان و بسیار هم با متانت و مهارت بیشتر اینجا هم نیروسنجی دارند. ورزشگری ازبکستانی اندک براستی به احترامی کرد. حالا ببینیم که چگونه اکنون رفت قوه سنجی پهلوانان در مرحله نهایی صورت میگیرد. برای شاه جایزه مکافات عالی هر دو تلاش میکنند. 5 شاه جایزه در سومین مسابقات بین المللی تأسیس داده شد که امروز هم این خیلی اقدام نجیب است. در این باره الکی چندین دفعه نیز حرف زدیم. نفوذ بین المللی گرفتن گوشتین ملی ما این افتخار از وطنداری و از صاحب استقلالی کشور ماست که امروز نمایندگان کشورهای هم اروپا و آسیا مهمان تاجیکستان بودند. تعدادشان الکی زیادتر. سال پار 12 دسته نمایندگی خود را به این مسابقات سفربر کرد. این سال الکی بیش از 20 دولت یا 25 یا تا 27. امروز هم هرچند که یک نفر هم باشد، حتی از گرجستان، از فرانسه، از فدراسیون روسیه، از قاره اروپا اگر ما اینجا هم باز توجه کنیم و از منطقه آسیا بعد چمپیونات آسیا باز هم بیش از 15 کشور این قاره نمایندگی خود را به این مسابقات سفربر نمود. با همین ترتیب که جالبیت سبقت ها باز هم در سطح کسبی با شرکت پهلوانان نامور کشورها الکی مسابقات خیلی نفوذ شایسته گرفت. در تلاش و تکاپوی پهلوانان حالا افضلی دیدن نمی شود و اشتباه هم به نظر گرفتن نشده است. تا این مرحله هر دو هم بسیار راهی وزنین رو طی کردند، چون که تعداد اشتراکچیان خیلی زیاد بود. آنها مرحله به مرحله با چهره های خیلی قوی و سرشناس رو برو شدند که این به جریان هر یک سبقت تأثیر خود را رسانید. ارکن قزاقوف، یک حرکت کامرانشاه خوب آغاز شد، اما ارکن هم در این لحظه ها به دفاع اعتبارش جدی بود. باز هم امکانیت برای کامرانشاه فراهم شد. حالا که داخله را بسیار هم در سطح خوب انجام میدهد و سر کتف رو چندین عامل ها، چندین اصول ها رو بیشتر از همه اصول های گوشتین جودو برخوردار است. کسبیت والا هم دارد و حیات جوانی خود رو بیش از 15 سالی حیات خود رو هم صرف آموزش نازوکی های گوشتین جودو کرده است. پهلوان سبزپوش عضو منتخب جودوی میهن اشتراکی 2 بازی های المپی ریو دی ژانیرو و توکیو 2020، 2 کرات چمپیون آسیا و جایزه های عالی و ارزنده زیادند. در مسابقات گراند پری 3 دفعه به عنوان قهرمان دست یافت و برنده مدال برنجی مسابقات گراند سلم هم هست. آمادگیش نسبت به سال سپری گشته خوب به نظر می رسد. این رو هم آشکارا باید گوییم. رقیبش آگاهی دارد. کامرانشاه در این روند باز اکنون
اکنون تاکتیک را باید دیگر کند، خود را به سوی به نیمه راست با قامت البته راست ایستاده حرکت کند، در سمتی که داور هم این رو مشاهده کرد، به پهلوان ما هم آگاهی داد. اما در تابلو این اشاره نشد. ثانیه های آخر در وقت اساسی اگر غالب باید نگردد کامیوشا یک لحظه دیگر را با حرکتی خیلی جالبش هم پرشیده تر کرد اما موفق نشد. 13 ثانیه دیگر. یک بدن تقدیر سبقت رو حل میکند. 12 10 ثانیه 3 دقیقه وقت اضافه حالا ما را در پیش است. اگر 3 دقیقه هم نتیجه بخش نباشد، آنگاه آگاهی ورزشگری ازبکستانی به نفع پهلوان تاجیکستان خواهد بود. جریان سبقت خیلی پرشدت، عبرت بخش و نمونه بود. بله همین طور هم شد. مشاهده باز هم نیروسنجی پهلوانان در 3 دقیقه وقت اضافه خواهیم شد. براستی فردوس نسیمو با نماینده ایران همین طور نیروسنجی را انجام داد و این دومین سبقت است که ما در وقت اضافه شاهد می شویم. وقت 8 دقیقه را در بر میگیرد. گفتیم که اگر 3 دقیقه هم نتیجه بخش نباشد، برای پیروزی کامرانشاه همان آگاهی ارکین قزاقوف کافی است و کامرانشاه باید احتیاطکارانه در این روند به حریف مناسبت کند. از بالا داشتن برایش هم تا جای ما میدانیم از اهمیت آری نیست. بسیار هم همین اصول را کامرانشاه دوست می‌دارد و این پرتاب های پهلوان را هم در مسابقات گرند اسلم و گرند پری خیلی خوب دیده بودیم که چندین حرکت های جالب این ورزشگری محبوب ما با استفاده همین اصول در ثانیه های اولی وقت چون به دست آمده بود. دقیقه دوم وقت اضافه. ارکین قزاقوف پایش آسیب دید. بسیار هم از فلسفه جودو نماینده تاجیکستان خوب برخوردار است. باشد که اکنون حرکت یک کوشش دیگری پهلوان تاجیکستان کمربند رو نه دست رو کامرانشاه. بله همین ترتیب نگذارد باید که دست آزاد باشد. این رو هم کامرانشاه خوب میداند، از ما دیده بیشتر و زیادتر، اما فرصت هیجان احساسات بیشتر و زیادتر را در این مورد با خود دارد. اینجا شرف وطن محبوب به دست آوردن مکافات تنبیه به پهلوان تاجیکستان معذرت ازبکستان. بله 1 دقیقه و 33 ثانیه دیگر. و همینطور کامرانشاه استاپیریان بعد این آگاهی، بعد آن دومین آگاهی که به تنبیه تبدیل یافت، اینجا پهلوان ما در وقت اضافه حریف را دچار شکست کرد و به برنده جایزه مکافاتی عالی گردید. این کفکوبی، این صمیمیت مخلصان به افتخار غلبه پهلوانی محبوب کشور است که واقعا هم در میدان امروز از زحمت کشید، تلاش کرد، همه رقابت ها را با تدریج و با موفقانه پشت سر نمود و کامیاب شد. آفرین، احسنش میگویم. غلبه نوبتی پهلوانان تاجیکستان مبارک باشد.